کار بگیری زیر از بغل تو گرفتن مخالف این گام یکم متفاوت‌تر از گام موافقه. وقتی تو گارد حریف هستم گارد بی‌صد بدون دستام داخل دو تا دستم توی بازوست، سرم جای سر. ببین من با حرکت پای چپم میام بغل و با پای راستم نزدیک میکنم که هم پای دورش رو نزدیک کنم همین که بتونم مجدد استارت کنم. توجه کنید به پای من. ببین پای چپ من میره، این که رفت پشتبندش اینو میکشونه اومد اینجا آماده یه استارته. حالا دست میتونه از داخل بره میتونه از بیرون بره. حالا ما از بیرونش رو میگیریم، یه گام میخورم از بغل، حالا گام زدنه میچرخم بلند شدن، حالا در ادامه پاک کردن. یه اجرا میکنم تو حالت جدی‌تر. وقتی پرس میکنم عقب نرسد، حالا میارم بغل، حالا خودم بکنم. اوکی؟ برید اجرا.